سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 37 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتابی Basic English Grammar by Betty Azar. خاطر رسانی همیشگی را میکنیم. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، با نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها گذارید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روزی امروزه‌مان چنین است. Kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see by Mark Twain. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: مهربانی زبانی است که در آن ناشنوا میتواند شنود و نابینا میتواند بیند. سخن مارک توین. خیلی که بدونین ما در چپتر 5 یعنی در باب پنجم کتاب قرار داریم و گفتیم که باب پنجم موضوعش talking about the present یعنی گپ زدن درباره حاضر و امروز ما موضوع سیوم یعنی using it to talk about the weather رو میگذاریم. درس 37 خیلی که گفتیم موضوع امروزه ما using it to talk about the weather یعنی استفاده بر کلمه it هنگام گپ زدن درباره باد و هوا. در پایان یک تا مثال آورده ایم. It's rainy today. It's rainy today. امروز هوا بارانی است. بگذاریم با موضوع امروزه. خیلی که گفتیم موضوع امروزه ما using it to talk about the weather یعنی استفاده بر کلمه it هنگام گپ زدن درباره باد و هوا. مثال ها رو میخونیم. It's sunny today. It's sunny today. مثل درس قبلی اول کلمه it's میآید، بعد از آن عباره باد و هوا میآید، بعد از آن دوام جمله. مثل درس قبلی که درباره زمان و یا درباره وقت گپ زده بودیم. مثال بی رو میخونیم. It's hot and humid today. امروز هوا گرم و تر است. مثال سی رو میخونیم. It's a nice day today. امروز روزی زیبا است. In English, people use it when they talk about the weather. در زبان انگلیسی مردم عادتاً کلمه it را هنگام گپ زدن درباره باد و هوا استفاده میبرند. چطوری که در مثال ها دیدید، در اول جمله کلمه it میآید، بعد از آن کلمه باد و هوا، بعد از آن دوام جمله. مثال های دی و ای را میخونیم. What's the weather like in Istanbul in January? در ماه ینور در استانبول باد و هوا چگونه است؟ مثال ای رو میخونیم. How is the weather in Moscow in the summer? در تابستان در مسکو هوا چگونه است؟ People commonly ask about the weather by saying what's the weather like or how is the weather. عادتاً مردم هنگامی که درباره باد و هوا سوال دادنی باشند چنین میگویند what's the weather like و یا how's the weather. در زبان تاجیکی به هر دویش ما میگیم که هوا چگونه است و یا هوا چه خیل است. Exercise 5 مشق پنجم. How's the weather today? باد و هوا امروز چگونه است؟ Circle yes or no. کلمه yes و یا no رو در حلقه و یا در دوره گیرید. این مشق رو 2 نفره اجرا میکنید و در آخر جوابهایتان رو با دوستتان مقایسه میکنید. امروز هوا مثلا hot میشود به نهایت گرم. اگر باد و هوا امروز به نهایت گرم باشد کلمه yes رو در دوره میگیرید. اگر به نهایت گرم نباشد کلمه no رو در دوره میگیرید. ترجمه کلمه ها رو میخونیم. hot میشود به نهایت گرم، warm میشود گرم، cool میشود خنک سالخین، chilly میشود خنک میانه، cold میشود خنک، freezing میشود خنکی که هوا یخ میکند، below freezing این با هوای خنکی از صفر پایان را میگوییم، sunny میشود آفتابی، nice میشود زیبا، clear میشود هوای صاف، partly cloudy میشود قسماً ابرناک، humid میشود مثل هوای نمناک، windy میشود شمالی، stormy میشود طوفانی. اینچنین این کلمه ها رو با ترجمهش در آخر درس میگذاریم. از آنجا میتوانید اذیت کنید. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 6 مشق ششم. Change the Fahrenheit temperatures to Celsius by choosing temperatures from the list. درجه های فارنهیت رو به درجه های سلسیوس گردانید و
дараҷаҳое ки дар рӯйхат дода шудааст истифода баред, интихоб намоед. Then describe the temperature in words. بعد از آن درجه‌ها رو با کلمه‌ها شرح دهید. چرا که می‌دونید در طرف‌های ما، در منطقه‌های ما برای گرمی و یا خنکی یگام چیز رو معین کردن از سلسیوس استفاده می‌بریم. یعنی میگیم 30 درجه یعنی 30 سلسیوس رو در نظر داریم. اما در طرف‌های آمریکا به جای سلسیوس فارنهیت استفاده می‌برند و این درجه‌ها از یکدیگر رقمشون فرق می‌کند. مثلا 50 فارنهیت با 10 سلسیوس برابر است. این 10 سلسیوس یعنی 10 درجه هوایی است که کول و یا چیلی یعنی خنکی سالقین و یا خنکی میانه هست. از این رو ما در این مشق درجه های فارنهیت رو با درجه های سلسیوس میگردانیم و روی خط و رسمی در بر بوده رو استفاده میبریم. 32 فارنهیت گفته ایستاده است. 32 فارنهیت با 0 برابر است. می نویسیم 0 سلسیوس و این درجه 0 cold and freezing هوای خیلی خنک و هوای یخ کننده است. و 100 فارنهیت رو میبینیم. 100 فارنهیت تخمیناً با 38 درجه برابر است. 38 درجه رو در سخنها در کلمه ها این هوای هات می باشد یعنی هوای به نهایت گرم می باشد. 75 فارنهیت تخمیناً با 24 سلسیوس برابر است. می نویسیم 24 سلسیوس و 24 سلسیوس این هوای ورم یعنی گرمی میانه است. 0 فارنهیت با مینوس 18 درجه مینوس 18 سلسیوس برابر است و مینوس 18 این هوای very cold یعنی به نهایت خنک below freezing زیر صفر و زیر یخ کننده است. Exercise 7 مشق هفتم. در این مشق ما با شما طرز گرداندن سلسیوس با فارنهیت و فارنهیت با سلسیوس رو می‌آموزیم. یکم to change Celsius to Fahrenheit برای گرداندن سلسیوس با فارنهیت double the Celsius number and add 30 دو عمل رو باید اجرا کنیم. یکم رقم سلسیوس رو درجه سلسیوس رو با 2 ضرب میزنیم و جمع 30 میکنیم. مثلا 12 سلسیوس 12 درجه برای این رو با فارنهیت گرداندن با 2 ضرب میزنیم. 12 ضرب 2 24 و با 30 جمع میکنیم. جمع 30 میشود 54 فارنهیت. exact number رقم انیقش این 53.66 فارنهیت میباشد اما تقریبیش 54 فارنهیت. برای 20 درجه رو با فارنهیت گرداندن 20 سلسیوس رو با فارنهیت گرداندن 20 رو با 2 ضرب میزنیم و با 30 جمع میکنیم میشود 70 فارنهیت. برای 35 درجه سلسیوس رو با فارنهیت گرداندن با 2 ضرب میزنیم و با 30 جمع میکنیم میشود 100 فارنهیت. برای برعکسش رو کردن یعنی از فارنهیت به سلسیوس گرداندن subtract 30 from the Fahrenheit number and then divide by 2 30 رو از رقم فارنهیت طرح میکنیم و با 2 تقسیم میکنیم. برای 60 فارنهیت رو با سلسیوس گرداندن طرح 30 میکنیم و با 2 تقسیم میکنیم میشود 15 درجه سلسیوس. برای 80 درجه فارنهیت رو با سلسیوس گرداندن عیناً همین کار رو اجرا میکنیم. طرح 30 میکنیم با 2 تقسیم میکنیم میشود 25 درجه سلسیوس. 90 رو هم عیناً چنین اجرا میکنیم و میشود 30 درجه سلسیوس. برای ما بعضی درجه ها هم در سلسیوس هم در فارنهیت داده شده است. ما باید آنها رو به درجه دیگر گردانیم. مثلا 22 درجه سلسیوس رو با فارنهیت اگر گردانیم میشود 74 درجه. 2 درجه سلسیوس رو با فارنهیت گردانیم عمل های زیرین رو اجرا میکنیم میشود 34 فارنهیت. 30 درجه میشود 90 درجه فارنهیت. 10 درجه سلسیوس میشود 50 درجه فارنهیت. 16 درجه سلسیوس میشود 62 درجه فارنهیت. 45 درجه فارنهیت عمل های دوم رو اجرا میکنیم میشود 7.5 درجه سلسیوس. 70 درجه فارنهیت میشود 20 درجه سلسیوس. 58 درجه فارنهیت میشود 14 درجه سلسیوس. 100 درجه فارنهیت میشود 35 درجه سلسیوس. 20 درجه فارنهیت میشود
مینوسی 5 درجه سلسیوس. Exercise 8 مشق هشتم. Find out information about your classmates' hometowns. درباره زادگاه‌ها و یا وطن‌های همسنفانتان معلومات پیدا نمایید. Use the information to write a report. معلومات را استفاده برده گزارش نویسید. Ask questions about the name of the hometown, its location, its population, its weather, and the average temperature in a particular month of your choosing. درباره نام زادگاهشان، مکان زادگاهشان، اهالی زادگاهشان و باد و هوای زادگاهشان و درجه میانه در بعضی ماه‌ها رو پرسید. در پایان یک مثال آورده شده است. از سپایرس پرسیدند What's your hometown؟ و زادگاه تو کجا است؟ Athens، افینا. Where is it located؟ در کجا جایگیر است؟ In southeastern Greece and near Aegean Sea. در شمال و شرقی یونانستان نزدیک بحر اگه. What's the population of Athens؟ اهالی افینا چقدر است؟ Almost 4 million، قریب 4 میلیون. What's the weather like in Athens in May؟ در ماه می باد و هوا در افینا چقدر است؟ It's mild, sometimes it's a little rainy. هوا سالکین است و بعضاً بارانی است. What's the average temperature in May؟ درجه میانه در ماه می چقدر است؟ چند است؟ The average temperature is around 21 Celsius. درجه میانه در ماه می تخمیناً 21 درجه است. در پایان ما یک نفر دیگر رو اجرا میکنیم. مثلا سعید. از سعید میپرسیم What's your hometown؟ سعید در جواب میگوید دوشنبه، شهر دوشنبه. سوال دیگر Where is it located؟ در کجا جایگیر است؟ West تاجیکستان، in West تاجیکستان، در شرق تاجیکستان. سوال دیگر What's the population of دوشنبه؟ اهالی دوشنبه چقدر است؟ 1 million، 1 میلیون. سوال دیگر مثلا در ماه ایون هوا چگونه است میپرسیم. What's the weather like in دوشنبه in June؟ در ماه ایون در دوشنبه هوا چگونه است؟ Sunny and hot، آفتابی و گرم. سوال دیگر What's the average temperature in June؟ درجه میانه در ماه ایون چقدر است؟ Around 40 Celsius، تخمیناً نزدیک 40 درجه. نفر دیگر احمد مثلا از احمد میپرسیم What's your hometown؟ کشور تو و زادگاه تو و وطن تو کجا است؟ احمد میگوید استانبول، شهر استانبول. سوال دیگر Where is it located؟ در کجا جایگیر است؟ In northwestern Turkey، در جنوب و غربی ترکیه جایگیر است. سوال دیگر درباره اهالی میپرسیم What's the population of Istanbul؟ اهالی استانبول چقدر است؟ 16 million، 16 میلیون. 16 میلیون، 16 میلیون. سوال دیگر مثلا در ماه سپتامبر میپرسیم هوا چگونه است؟ What's the weather like in Istanbul in September؟ در ماه سپتامبر هوا در استانبول چگونه است؟ Chilly and rainy، خنک و بارانی in September، در ماه سپتامبر. سوال دیگر What's the average temperature in September؟ در ماه سپتامبر هوای میانه چقدر است؟ The average temperature is around 18 Celsius. هوای میانه در استانبول تخمیناً نزدیک 18 درجه است. New words، کلمه های نو. Weather، باد و هوا. Warm، گرمی میانه. Hot، گرمی به نهایت گرم. Cold، خنک سالکین. Chilly، خنک میانه. Cold، خنک به نهایت خنک. Freezing، هوای یخ کننده. Below freezing، هوای یخ کننده زیر صفر. Sunny، آفتابی. Nice، زیبا. Clear، صاف. Rain میشود باران. Rainy میشود بارانی. Wind میشود شمال. Windy میشود شمالی. Cloud میشود ابر. Cloudy میشود ابری. Partly cloudy، قسماً ابری. Storm میشود طوفان. Stormy میشود طوفانی. Fog میشود تمن.
foggy мешавад, тумандор. Dry خشک. Wet тар. Humid ҳавои гарму тар ва ё ҳавои намдор. барои чӣ гуна будани ҳаво ду намуд савол дорем. What's the weather like? How is the weather? ҳаво чӣ гуна аст ва ё ҳаво чӣ хел аст? дар ин ҷо дарси имрӯзаи мо ба поён мерасад ва вазифаҳое ки баъд аз ин дарс мо ба шумо медиҳем. Якум, машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. сар карда аз машқи 5 то машқи 8-уми боби 5-умро ба дафтаратон мустақилона аз нав нависед. бо using it to talk about the weather, яъне бо мавзӯи имрӯза 15 ҷумла нависед. сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода намоед. дар ин ҷо расидем боз ба поёни як дарси дигар. агар ба канал обуна нашуда бошед, лутфан обуна шавед, ба навор лайк гузоред, фикр ва ақидаҳои худро барои беҳтар кардани сифати дарсҳо дар шарҳҳо нависед, дӯстон ва наздикони худро аз дарсҳои мо бехабар насозед. барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав, зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед ва бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.